سلام، بریم با هم دیگه یه غذای بدون گوشت دیگر رو با هم درست کنیم. خب اسم این غذا سیرواویچ هستش. اول سیرها رو خرد میکنیم، بعد کمی تفتش میدیم، همینجوری به هم میزنیم تا یه خورده سرخ بشه. حالا اینجا کمی روغن مایه میریزیم داخلش، خیلی نباید زیاد باشه چون غذا چرب میشه. خب حالا تو این مرحله نمک و زردچوبه رو اضافه میکنیم، دوباره هم میزنیم. خب حالا 2 تا تخم مرغ بهش اضافه میکنیم. خیلی سریع نباید هم بزنیم تا تخم مرغ ها دیگه دیده نشه. خیلی کم 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 تفتش میدیم. غذامون آماده شده و نوش جان.